در خود چمپیونات سعودیان باشد از دسته رونالدو حمله‌آوری دیگری از جای کارش بکار شد. گپسری جان دوران می رود که بعد وینسنت ابوبکر و اندرسون تالیسکا الکی سومین حمله‌آور است که چهره‌اش به رونالدو خوش نآمد و امکانیت خوبی پول کارکنی را به مدت‌های طولانی از دست داد. دورانی کلمبیایی که الکی تا سن 21 سالگی چمپیونات‌های برای نفقه گذرانی را از آمریکا تا کشور عرب‌ها عبور کرد، اکنون به چمپیونات ترکیه می رود. او را دسته فنربخچه ژزه از النصر به اجاره 1 ساله گرفته، از این پس او به اروپا هم نزدیکتر می شود. تصور کنید نفری را که النصر هنوز زمستان امسال بر عوض 77.13 میلیون یورو خریداری کرد، بیگان دعوا و جنجال از دسته رها می کند. خلاص که اگر با رونالدو در النصر خوش نایی 8 گل در 13 بازی نه، بلکه از آسمان ستاره هم فراری دیگر برایت فایده ندارد و چیپته بازگشت به چمپیونات دیگر الکی برایت تیار است.